هیچ که آگادار لو طبيعة استفراغياركان برسمي رانجي جاون حتى وياك كوبونوك لو كمال فريار جاون أو البياني إما بتركيا أو إما علاقة زور باش من لقال تركيا دسبك وهذا صالاني نواتويته وتركيا هميشه يارمتي إما يداول على الصحة بحقيقة إما هميشه سپاس گذاری و سپاس ترکیه دهی و همه او یارمتی و همکاریانی که با هریم کردستان می‌کنند. ام پروسه‌ای که امر اما کردومانه پروسه‌ای که تایبته و کردستان چوارچوی کردستانی قرار. اما به این شوی نامانه واضح بینده که ام پروسه با بشکانی تریان و ولاتانی دوروبری ایمه. اما پروسه ما لنتیجه به هیوایی خوامان لبغداد انجام اما 13 سال هموش تکمان کرد و اوی لعراق دا به موافقانی دستوری خوامان بگین بلانزور بده خواه او موافق دستوریانه روش با روش سیاست کشید دکتر اوی امر کرمان لکردستان هیچ تهدید اکنیم به ترکیه و هر وقت بودم اثباتش من کرد و که اینا به هیچ شوی فاکتر یک نبود و تهدید یا و تکدانی باری امنی هیچ یک لدراسیت تمنای هریم کردستان اوه ترکیا لو هویانت بگاد اوانه کبون بسبب اوه اما رفراندوم انجام بدهیم. رفراندومی اما به هیچ شویه به معنای اوانیه که 26 ایمان اما اعلامی دولتی سربقوی کردستان لکه. بام پروسه دا ملتی اما حسبی خویان درباری و او بابتا. اما دمانوی با گفتگو لگل بغداد هم بابتانه چاره سر میگیره. علاقه ایمه لگل جنوبی سرود کمار لگل همون ولایت ترکیه علاقه کی باشه علاقه کی دراسیه ولی روزانی سختیش ده همیشه ترکیه یارمتی داری ایمه و ایمه هیواداری به شیوهی که ایمنانه حصول کرد لگل هم بابته بکردن لترکیه و ترکیا اما به تهدید با خوی نزنه چون که به هیچ شوی ما بستی اما تهدید کردنی نه ترکیا نه هیچ مواضعی که دراسه لجاتی اوان هیوادارم اوانه و جدی حول بدن تبگن لمعاناتی اما لمشاکلی اما لعراق و تنها اوای کبوت سببی اوی اما برو ام نتیجه همون مسئله یک جاز مهمه که همو ولاتانی دوروبری ایمن و بغداد آگاداری اولی تنها ایمن درمانوی اراده گلی بخوام شانی دنیا بده که ایمن درمانوی برای سربقوی بروین در پروسه که دموکراسی دانستاندنه که جدی لگل بغداد اما حدودی چند ساله که حدود زیادتر 20 ساله اثبات کنید با ولاتانی دوروبر و با عراقش که اما عاملی سقامگیری و آرامین لناوچه کرده و به تأکیدش اما حد بینینه و به فاکتر استقرار و امنیت لمنطقه دا چه با دراسیکانی خومان و چه با بغداد زور سپاس